ویدیو سر شد. السلام علیکم دوستان عزیز. ما قرار داریم در جماعت دهاتی خستیورز احترامونه خواهش میکنیم همین نوار ما رو هر نفر که تماشا دارند در گروه ها پهن نمایند، زیرا چندین نفر منفعتجو و یا یگان گروهی که امروز میخواهد یک تفریقه رو بین مردم انداخته باشد، با هر گونه خبر و اغواهای دروغ امروز بین ساکنان جماعت دهاتی خستیورز یک تفریقه کرده است و امروز میبینیم ما حاضر حالا انهمی لحظه ها جماعت دهاتی خستیورز مردم به تهلکه افتاده از دیه بیرون رفته ایستادند. احترامانه خواهش مینماییم که وضعیت به کلی آرام است. ما حالا در همین درآمدگاه دیه قرار داریم و خواهش میکنیم که همین ویدیوی ما رو پهن نمایید، زیرا مردم به تهلکه نافتند. ببینید راه از حساب زیاد بودن ماشینا پیش راه درآمدگاه جماعت دهاتی خستیورز به پورگی بند است. احترامانه خواهش مینماییم که مقامات های قدرتی توانستند اگر همین قرغیز دشمن ملت ما باشد، ما توانستیم در مدت کوتاه همین خیلی جواب سنگین داده باشیم که تا یکی از ولایت های همسرحد ما ولایت بادکن قریب که به پورگی در دست ما بود. احترامانه خواهش مینماییم که به مقامات های قدرتی ارج گذارید اگر یگان خبری از جانب جمهوری قرقیزستان و یا یگان نقشه و هدف رزیلانه اگر داشته باشند، من باوری کامل دارم و که مقامات های قدرتی ما رو سری وقت آگاه میکنند و هیچ وقت شما از نقطه نظری مقامات دور نیستید و همین جانیساری هایی که چند نفر در سرحد این ملت در سرحد این دولت جان دادن برای تامین امنیت هر یک نفر ساکن واروخ بود، برای تامین امنیت هر یک نفر ساکن قسطقود بود. ضروریتی از خانه برآمدن نیست. احترامانه خواهش می‌کنم در خانه های خود باقی مانید. یگان خیل وضعیت در قسطقود وضعی نیست. هر یک نفر که از احترامانه خواهش می‌کنم این حالت را ببینید، یک تفریقه شما مردم را از قسطقود بیرون برآورده ایستاده است. همین کارا را احترامانه خواهش می‌کنم نکنید، زیرا وضع مقامات قدرتی هستند چه حالت شود به ما خبر میدهند و برای تامین امنیت ما کار و فعالیت میکنند. ما احترامانه خواهش میکنیم مردم و نفرانی که ما را تماشا دارند همین خیل این ببینید چگونه ملت خود را به سرسانی آورده. دو نمود فیکه که امروز در شبکه اجتماعی فیسبوک هست، گویا که جنگ گفتن. یگان خیل حالتهای وزنین در جماعت دهات قسطقود دیده نمیشد. ببینید که مردم خود ما، ملت خود ما، یک نفر همشهری و یک نفر تاجیک و تاجیکستانی ما امروز به کدام حالت آورده رسانیدیم که در یک فضای آرام کشور نزد ملت گویا که ما شرمنده کرده ایستاده. ببخشید امروز ما نو درک کرده بودیم که دشمن ملت اگر همین قرغیز امروز دشمن ما باشد ما توانستیم که بجایش بشینونیم. لیکن خواهش میکنم همین گروه های منفعتجو همین خیل کارهای نکنید که امروز نزد همین دشمن ما رو شرمنده سازید. وضع به پورگی آرام است و مقامات قدرتی به پورگی کار کرده ایستادند. احترامانه خواهش میکنیم نکنید همین خیل کارهای امروز وقتی برای به دست آوردن منفعت های سیاسی وقت نیست. احترامانه خواهش میکنم شهروندای عزیز و باید همه به خانه برگردن. لیکن ببینید از دو سخن شما امروز تمام مردم امروز شما از خانهش بیرون برآورده ایستادید. این حالت ببینید که امروز قسطقود شما به چه حالت آوردید. از شهروندان عزیز خواهش میکنیم وضعیت آرام است. احترامانه خواهش به خانه تان برگردید. وضعیت به پورگی آرام است. چی شود مقامات قدرتی به ما خبر میدهند. ما یک همچون ساکن عادی امروز آمدیم نزد شما. خواهش میکنم به هر گونه سخنها باور نکنید. ببینید حالتی که امروز شما حالت مردم قسطقود دو نفر پیکه که خودش دوست ملت میگه و دیگرای دشمن به چه حالت امروز آورده رسانیدگی است. همون میگم که جنگ نیست. مردم ببینید چیکار کرده ایستادن. احترامانه خواهش میکنیم همین سخنهای هر خیلی باور نکنید. از تمام مردم خواهش میکنیم ماشین به خفا برگردونید. لبای همون به خواهش میکنیم ای مردم همین خیل کارهای نکنید.
هر گونه سخنو و باور نکنید. امروز ببینید که دو سخنی بر دروغه که ما و شما کردیم مردم به چه حالت آوردگی است. حتی در بین این ماشینا ببینید گشته نمیشود. ببینید همون نفرانی که همین کار کردن نزد ملت خودتون امروز حال راحت باور نکنید دروغ بردارید همه خانه به خانه التماس. برای شما در نوار سردار ریاست کار با جوانان و ورزشی ولایت سوق محترم کریمزاده میرزا قاسم دیده ایستاده، نماینده از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوق، شخصی وکالتدار و پای دروغ به باور نکنید تا التماس بردارید همه خانه به خانه بردارید کجا من پای بدی برایتون چاکر ما تا اندازه توانسته ایستادیم که از وقتی که راه ها پر تنبش در اینجا از حساب زیاد بودن نقلیات ها ببینید راه ها امروز بسته شده ایستاده است. خواهش میکنیم ما مردم رو آرام کرده ایستادیم که از راه دیگر باز گشته واردی استقامت شده ایستادند و احتراماً خواهش میکنم گروه های منفعت جو به هر گونه با دست آوردن منفعت های سیاسی از چنین راه ها استفاده نبرید، زیرا با ملت خود امروز چنین بازی های نکنید. ببینید مردم به چه حال آوردید. این چه وضع است که امروز ما کرده ایستادیم. خواهش همین نواره که امروز ما کرده ایستادیم به گروه ها پهن کنید و چون مردم بینن که وضعیت در کیستخوز آرام است و همین گونه تفریقه یا همین گونه بازی ها نباید باشد. احترامون خواهش میکنیم با پورگی مقامات و با پورگی کار کرده ایستادند که این چه حالت است که حفظ خاک ما کنند، حفظ خانه ما کنند، باز یک نیرنگ بازی دو گروه منفعت جو همین حالت رو کرده ایستاده باشد. من ببینید ماشین ها گشته همه به طرف کیستخوز رفته ایستاده است. خواهش میکنیم که به همین خیلی کارا دست نزنید. این خواهینوی ملت اکو وضعیت آرام کجا می هر خیلی گپای پن کرده ایستاده چی ماشینا ما درماندگی چیکار رفته این های درام با پورگی ماشین ها علکای طرف کیستخوز حرکت کرده ایستاده است. ما توانستیم که مردم آرام کنیم. خوشبختانه اکثر فهمیدن من ماشین ها گشته به طرف کیستخوز روان. خواهش میکنیم همین خیلی گروه ها نباشد. خداش میگردم گردتون مرمج همه همینجا آدمای وای گردتون. من محترم رئیس ناحیه همینجا هستند، مقامات قدرتی همه همینجا. من محترم رئیس ناحیه هم اشتراک دارم و از آرام گردتون های اکو